چارلی، یکی از مهمترین خصوصیت‌های پروژه دیتا سنتر MD آلفا این هست که مکان مورد نیاز برای آن خریداری شده است و ما این سرمایه‌گذاری را تا اینجا خودمان کرده ایم و همچنین پشتیبانی مقام‌های مختلف شهر، بخش و ایالتی را دارا می‌باشیم. در ضمن الان هم افراد تکنیکی و هم افراد اقتصاددان در آن مشغولند. شما از دید EB5 چه خصوصیت‌های دیگری در این پروژه می‌بینید؟ یکی از نکات خیلی مهمی که من در این پروژه می‌بینم برنامه‌ریزی اقتصادی بسیار قوی است که به طور کامل شامل برنامه EB5 میباشد. همچنین قرار گرفتن آن در منطقه TA که باعث می‌شود سرمایه‌گذاران نیاز به حداقل تنها $500,000 برای سرمایه‌گذاری داشته باشند و همچنین میزان کارآفرینی این پروژه که حتی 20% بیشتر از مقدار مورد نیاز برای برنامه EB5 میباشد از خصوصیات بارز این پروژه هستند.